سلام. در این ویدیو قصد داریم به شما نشون بدیم چطور میشه با یه استراتژی ساده ریاضی بیت کوین رایگان کسب کنید. اونم از سایت فری بیت کوین در قسمت مولتی پلی BTC. در این قسمت شما یک بازی هایلو رو مشاهده میکنید که توضیحات کامل به زبان انگلیسی در همین صفحه داده شده و ما به اونها هیچ کاری نداریم. میتونید مطالعه بکنید و اطلاعات کسب بکنید. ما اینجا از استراتژی ضریب 3 استفاده میکنیم برای اینکه بیت کوین رایگان خودمون رو کسب بکنیم. مهمترین چیز در این بخش اینه که شما بانکرول مناسبی داشته باشید برای شروع این کار، چون اگر مبلغ بانکرول شما که در این قسمت هست به قدری پایین باشه که شما شانس های کمی داشته باشید برای ادامه بازی، مسلماً ممکنه ضرر کنید و سود و منفعتی عاید شما نشه. در استراتژی ضریب 3 ما خیلی ساده است، اسمش روشه، فقط کافیه که مبلغ بتمون رو ضرب در 3 بکنیم. حالا از بحث اعداد که خارج بشیم، من اینجا به صورت عملی به شما نشون میدم که چطور میتونید بیت کوین رایگان کسب کنید. برای شروع کار ابتدا باید مطمئن بشید که در این قسمت در کمترین حالت ممکن که یک ساتوشی هست یا یک ساتوشی هست باشه، چون شما نباید ابتدا با مبالغ بالا شروع بکنید، چون معلوم نیست که میبرید یا میبازید. و اینجا یک متغیری وجود داره به نام وینچنس که در حال حاضر و در حالت دیفالت روی این سایت روی 47.5%. من پیشنهاد میکنم به این رقم دست نزنید و بذارید همین بمونه و بریم به صورت عملی به شما نشون بدم که چطور میتونید از استراتژی ضریب 3 برای کسب بیت کوین رایگان در سایت فری بیت کوین استفاده کنید. ابتدا روی یکی از این دو کلید باید کلیک بکنید، بت های یا بت لو. من ابتدا روی بت های کلیک میکنم. خب همونطور که میبینید من مبلغ 1 ساتوشی رو باختم و مهمم نیست. من این مبلغ رو ضرب در 3 میکنم و مجدد روی خود بت های که در اون دفعه پیش باختم کلیک میکنم و حالا میبینید که من مبلغ 3 ساتوشی رو برنده شدم و در اینجا سود من 2 ساتوشیه. خب مجدد من مینیموم حالت بت رو انتخاب میکنم و این دفعه روی بت لو کلیک میکنم، چون احتمال اینکه شما روی یک کلید بخواید مانور بدید احتمال بردتون خیلی کمه در نهایت تعداد دست‌های بالا. خب مشکلی نیست، بردم، ولی اینو 3 برابر نمی کنم. چرا؟ چون وقتی که من بردم احتمال باختم الان خیلی بیشتر هست. مجدد میام روی بت های کلیک میکنم و همونطور که میبینید مجدد من 1 ساتوشی باختم. اصلا مشکلی نیست. مبلغ بت خودمون رو ضرب در 3 میکنیم، روی بت های کلیک میکنیم، میبینید که من 3 ساتوشی برنده شدم. من بدون اینکه سر شما رو بیشتر از این درد بیارم
به این کار ادامه میدم تا شما بیشتر با فرایند این کار آشنا بشید و اگر نکته‌ای بود در حین اینکه دارم این بازی رو انجام میدم به شما گوشزد میکنم. خب همینطور که میبینید اینجا من یک اشتباه مرتکب شدم و بعد از اینکه من 3 ساتوشی بردم یادم رفت که این مبلغ رو به مینیموم تغییر بدم. این ممکنه باعث بشه که شما باخت داشته باشید. نمیخوام زیاد وارد مسائل ریاضیش بشم ولی خب شما اینو از بنده حقیر قبول کنید. در ضمن اگر شما تعداد بردهای زیادی داشته باشید، یعنی به فرض مثال 10 دست پشت سر هم برد داشته باشید، به این معنیه که شما در آینده ممکنه که 10 دست باخت داشته باشید. پس به این نکته توجه کنید چون اینجا وین چانس شما 47.5%. در حقیقت یه تفاوت خیلی کوچیکی با 50% داره که 2.5%. این 2.5% ممکنه باعث باخت شما بشه و اینکه تمام بیت کوین هایی که اندوخته دارید از دست بدید. خب حالا میریم سراغ ادامه بازی. خب رسیدیم به یه نکته. من 1 ساتوشی رو باختم، 3 ساتوشی رو باختم. باید اینجا مجدد این مبلغ رو ضرب در 3 بکنم و روی بت های کلیک کنم و مجدد باختم. همونطور که قبلا گفتم بردهای زیاد خبر از باختهای زیادتر به شما میدن، ولی این باختها میتونه به سود شما تموم شه. یعنی بردهایی که شما تو این بازی دارید که 1 ساتوشی باشه زیاد تو جمع کردن بیت کوین به شما کمکی نمیکنه. در حقیقت این باخت های شماست که به شما کمک میکنه. و وقتی که من اینجا 9 ساتوشی باختم مجدد باید این 9 رو ضرب در 3 بکنم، کلیک بکنم و میبینید که 27 بیت کوین ببخشید 27 ساتوشی برنده شدم و حتما باید یادم باشه که اینجا مبلغ بت رو به مینیموم تغییر بدم.
اگر اجازه بدید برای اینکه زمان ویدیو بیش از این زیاد نشه و هموطنای خوبمون بتونن راحت‌تر این ویدیو رو تماشا کنن، من در همین جا ویدیو رو متوقف میکنم و به بازی ادامه میدم و اگر به نکته‌ای رسیدم مجدد ویدیو رو آن پاس کنم که شما نکته ها رو ببینید و به قول گفتنی درس بگیرید. متاسفانه یا خوشبختانه من هر چقدر بازی کردم نکته خاصی پیش نیامد که گوشزد کنم. فقط برای بار چندم تاکید میکنم که مقدار بانکرول شما درصد موفقیت شما رو بالا میبره. یعنی هر چقدر بانکرول شما، اون مبلغی که روی سایت دارید اندوختتون بیشتر باشه، شما درصد بیشتری احتمال برد دارید، چون میتونید تا مبالغ خیلی خیلی بالا پیش برین. یعنی حتی اگر 100 بار پشت سر هم مثلا خدایی ناکرده ببازید، شما میتونید مجدد مبلغ رو ضرب در 3 بکنید، ضرب در 3 بکنید، ضرب در 3 بکنید و برد سودآوری داشته باشید. یک نکته دیگه هم که باید متذکر بشم اینه که حتما بعد از اینکه بردید مقدار رو روی مینیموم بت قرار بدید و برای اینکه بیشتر بتونید مهارت کسب بکنید در این استراتژی پیشنهاد میکنم 1 یا 2 بار دیگه این ویدیو رو ببینید که خدای ناکرده اندوختتون از دست نره و ما شرمنده شما نباشیم و آموزشمون مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. امیدوارم که مقدار زیادی بیت کوین کسب بکنید و همین. فعلا خدا نگهدار.